جهتی وجود سطح کم‌جهتی و معین نمودنی اون سطح کم‌جهتی بیان میکنم ارزیابی نمودن کم‌جهتی بسیار جنبه فراتر شناخته شدن چنین تشکیل یک چند مرتبه برای بنیانگذاری کی در طول حساب می‌بینه کم‌جهت شمرده میشه؟ هایی که در یک روز $2 درآمد دارن یا که چه؟ حاضر اساساً ما برای چی گفتیم که این متدولوژی ملی کم‌جهتی ما تهیه نمودیم، یعنی که از اون عبارت است که ما باید که تمامی یعنی که جهت‌های سطح زندگی اهالی کشور رو ما باید که به نوبت گیریم، یعنی که پیش از همه اگریگاتی اساسی برای معین نموده سطح کم‌جهتی این استعمالات خانواده به نوبت گرفته می شود. یعنی که حساب میانه استعمالات خانواده به سر یک نفر چند سومانی معین کرده شده. از همین سبب دو حالت به نوبت گرفته می شود. اول حالت تامینات فیزیولوژی، یعنی که باید که هر یک اعضای خانواده دوام یک شبانه روز باید که 2250 کیلوکالری استعمال نماید. دوم حالت یعنی که تا کدام اندازه هم از جهت عضوخواری هم از جهت غیر عضوخواری اعضایان خانواده در یک ماه باید که تامین شود. از همین سبب همین حالت ها به نوبت گرفته می شود که یعنی که باید که فایزی استعمالات عضوخواری اگر که از 50% یعنی که خراجات خانواده بیشتر اگر به استعمالات عضوخوار صرف شود علاقه وای خانواده همچون مثال کم‌جهت به حساب کرده می شود. برای اون که وای امکانیت یعنی که به دیگر موادهای غیر عضوخواری مثال که خانواده نیاز دارد امکانیت ندارد. از همین سبب مثال اول تامینات فیزیولوژی وای آموخته می شود، یعنی که تا کدام اندازه وای به غذا تامین هست، یعنی که در یک مثال 2250 کیلوکالری استعمال میکنند در اعضای خانواده. بعدا مثال تا کدام اندازه از موادهای غیر عضوی و خدمت رسانی مثال خود همه اعضایان خانواده تامین میباشند. از همین سبب تحقیقات سال 2014 نشان داد یعنی که تمامی همین سالهای اخیر که تمایل و پسروی مثال سطح کم‌جهتی در جمهوری تاجیکستان هست و تحقیقات بودجه خانواده ها نشان داد که در سال 2014 یعنی که 32% اهالی کشور در سطح کم‌جهتی قرار دارند، یعنی که هست تمایل لیکن به هر حال 32% اهالی کشور حاضر در سطح کم‌جهتی قرار دارند. با تحقیقات قبلی که در سالهای 1999 2003 2007 و 2009 مثال گذرانده شده بود، این تحقیقات ها یعنی که دوام یک ماه خود خانواده ها پرسیده می شدند که یعنی که باید چی استعمال کردن و این تحقیقات ها اساسا یک اصولی یعنی که خاطروی را استفاده برده می شود، یعنی که به خاطر می آورد که دوام یک هفته مثال خانواده باید که کدام نمودهای موادهای عضوخواری را استعمال نموده است مثال و ترکیبی و این مواد از چی عبارت است و اینچنین مثال کدام نمودهای غیر عضوخواری. تحقیقات بودجه خانواده ببینیم که این تحقیقاتی هست که خود خانواده علاقه سطح زندگی خودشون رو بیان میکنند، یعنی که وای خراجات هر روزه اعضایان خانواده در دفترچه قید میکند مثال و این قیدها همش به خود بعضی معلومات اگنتی وارد کرده می شود و از روی وای معین کرده می شود که سطح زندگی یعنی که یگام خیر اصول خاطروی استفاده برده نمی شود، یعنی که خانواده همین روز چی خرید چی استعمال کرد علاقه در کتابچه درج کرده می شود و بعضی معلومات علاقه نشان می دهد که تا کدام اندازه مثل سطح زندگی اهالی در کدام سطح